سلام علیکم دوستان عزیز مخلصان گرامی قدر. سلام انا اکران کینوگی گابزن مخنگ چما گوش کنین برادرو. فیلم مهمان ناخوانده قسم 4 یک زن برای دو مرد. البته روزهای نزدیک پیشکش شما میگرده چیست برای سال نو سال 2022 ما تصمیم گرفتیم البته با خواهش شما مخلصا که همین مهمان ناخوانده را دوامش برورین دوامش ابزار تلنا ما میبروریم. البته ایده نو در نو تماشا کنید حلاوت ببرین گرگلی آتش میو نمیو ما تدار میشم نمیشم انا یا که یا زن مود قسم میگیریم چی میشه نمیشه همش خدا خواسته باشه در همو فیلم شما میتونین تماشا کنید عاقبتش بخیر باشه. و امروز یکم روزی نوارگیری مونه باوری دارم که همین قایق که خندر همون کس نمره سوزه زنده باشین. البته ما کوشش میکنیم که برای شما نویگری نو به نو پیشکش کنیم و شما تماشا کنید و حلاوت ببرین. فیلم مهمان ناخوانده یک زن برای دو مرد تماشا کنید و حلاوت ببرین. ولی ما با کم گرفتی نوارش برای شما میمونم شما تماشا کنید. زنده باشین. نامی دختر در کینو چیه؟ شبنم. این شبنم جان که بار پیش بیا شبنم جان اینا این وقتی که بار اول در سینمای توجگان کلیپو ده هست چیزای قدی بیلس که اگه نو چی سریوز ده یادم خدام این هنر لزوه بدوزی هنر عراش میکنه میره هنر تشه. زنده باشید باقی تنساعت خانواد باشید دوستان عزیز. انا ما پیش که سال نوی همه شما را مبارک میگم. سربلند خانواد باشید.